بسم الله الرحمن الرحیم سوره بلد شروع میشه. این سوره را به نام سوره بلد یاد میکنه. مراد از بلد هم مکه مکرمه است. الله تعظیما به این شهر نام بلد گذاشته به خاطر که این مرکز دعوت توحید الله است. ما شهری است که پیغمبر الله در اینجا بسیار اذیت‌ها دیده، رنجات دیده، رنج کشیده، برای از اینکه عقیده یکتاپرستی الله در اینجا اشاعت پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه. به نزد الله تبارک و تعالی شهر خیلی محترم است. از این خاطر الله سرش قسم هم یاد میکنه. واقعا مکه شهر محترم است، مرکز کانون توحید و عقیده یکتاپرستی الله است. الله در هیچ تاریخ نگذاشته که اونجا نعوذ بالله شرک شود. اگر کسی پیدا شده یک کمی، باز میبینی که شیرار الله پیدا کرده، مردمایی که واقعا خود قربان کرده و این بدعتا و رسومات از بین برده در اون مرکز و دین ابراهیمی را امو رقم زنده نگاه کرده. واقعا او شهر قابل تعظیم است. الله سرش قسم هم یاد میکنه. از این خاطر سورت به نام سوره بلد یاد میکنه. 35م سورت است در نزول خود که قبل از سوره طارق و بعد از سوره قاف نازل شده. سورت مکی است. تمرکزش سر همین گپ است که انسان متوجه آیندهش بسازه که ای انسان، الله چه نعمتهای عظیم و بزرگ سرت کرده و چرا تو با آینده خود آمادگی نمیگیری. درسای دیگری داره که میایه ارتباط این صورت قط ما قبل. الله تبارک و تعالی ذریعه امتحانه و آن چیزی که سبب نجات انسان است الله در ما قبل ذکر کرد. در اینجا ترغیب میده به محنت صالح. بله دنیا مکمل دار مشقت و تکلیف است، لیکن خوشا به حال او کسی که محنت و مشقت حسنه را بکشه، درای دین بکشه. و اینجا تحذیر میده از اینکه نعوذ بالله انسان تکلیف بکشه ولیکن او سیئه باشه، او را نباشه. تمرکز موضوع در اول اشاره به او تکلیف ها و سختی هایی که بالای پیغمبر علیه السلام آمده در او اشاره میکنه و رد میکنه، زجر میده او مردمایی که مالای خود در راههای غلط استعمال کرده در مقابل دین. الله تبارک و تعالی وارم زجر میده و تهدید میکنه و بعد از او انسان متوجه میکنه به اون نعمتی که الله در وجودش خصوصا در رویش داده که عبارت از لسان و شفتین است، که چقدر نعمت بزرگ الله تبارک و تعالی است. نعمتی که واقعا کمالات انسان توسط از یا شکارا میشه، در او توجه آدم برمیگردانه تا اینکه انسان یک کمی ماده اطاعت و شکرگزاری در وجودش پیدا شود و تیاری بگیره بر روز آخرت خود. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم به نام الله که به اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. لا اقسم بهذا البلد، لا حاجت الى القسم، هیچ ضرورت به قسم هم نیست. و مع ذلك اقسم، امرای ازی اما قسم یاد میکنم به این شهر. یک توجیه است، لا زائد است. اقسم بهذا البلد، قسم یاد میکنم به این بلد. دو سوم توجیه که بهترین توجیه است، لا نه 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 اینطور نیست که همیشه رای دشمنی را با دعوتگرا آدم بگیره، با پیغمبر بگیره. اینطور هم نیست که کل نعمتهای الله را آدم در باد فراموشی بده و هیچگاه نسبت نعمت به الله نکنه، شکرگزاری نعمت الله را نکنه. اینطور نیست. اقسم بهذا البلد، قسم یاد میکنم به این شهر که مکه است. و انت حل بهذا البلد، و تو منع کرده شده بهذا البلد، دی بلد. حل اینجا به معنای چی است؟ بعزتی کردن است. و انت حل، بعزتی تو کرده شده بهذا البلد، دی شهر. مثل که در سوره مائده ولا تحل شعائر الله، شما بعزتی نکنه شعائر الله را. اینجا من تحل، بعزتی تو کرده شده پیغمبر علیه السلام بهذا البلد، در این شهر. این شهر مقدس، این شهری که باید هیچ نوع گناه صورت نگیره، ولی تو واری انسان دلسوز و دعوتگری بر حق این مردم بعزتی تا کرده. پس اینجا این شهری تر باقی نمیمانه. الله یک روز در دست تو داده رایسته. یک ترجمه. و انت حل، دو معنی، تو حلال میشی، یعنی جنگ کردن در این شهر برات حلال میشه. دمی شهر روز فرا میرسه که ساعتهای برای تو حلال میشه جنگ کردن. سال 8 هجری در فتح مکه برای پیغمبر علیه السلام چند ساعت امی جنگ کردن در مکه برش حلال شد. دو ترجمه. سوم، و انت حل، یقینا تو پایین شونده استی، باز آمدن استی با وصفی که قوم تو را از این شهر میکشه. این نمیگذارد که در اینجا دعوت توحید بدی، خامخا تو باز آمدن استی، پایین شونده استی در این شهر. در این شهر باز میایی، الله تبارک و تعالی تو را میاره.
و والد و ما ولد، قسم به پدر و مادر و ما ولد و به اولادش قسم. این سلسله انسانی، نسل انسانی، الله تبارک و تعالی سرش قسم یاد میکنه، اشاره میکنه که انسان و اولاد انسان کلش قابل شرافت است. چرا؟ الله دنیا را پیدا کرده برای امزیا تا که یا عبادت الله تبارک و تعالی را بکنه. انسان عزت داره، حیثیت داره، لیکن به شرطی که حیثیت خود بفهمه، درک بکنه که من چی مسئولیت دارم، برای چی آمدم. و والدین، قسم به والد که آدم علیه السلام، و ما ولد، هر قدر اولادایی که آینده پیدا شده. از این خاطر آدم علیه السلام که سرچشمه و آغاز سلسله انسانیت است، الله سرش قسم یاد میکنه. چرا محترم است به نزد الله؟ به خاطری که اول شخصی است که خلافت الله را، یعنی نافذ کردن احکام الله را در روی زمین میکنه، از او خاطر قسم یاد میکنه. یا مراد از والد هر پدر و مادر است و تمام اولادا است. چرا الله سر از قسم یاد میکنه؟ اولادا در دنیا آمدن و سلسله زندگی شروع شدن، این بسیار عمر طولانی کار داره، یکی، و دوم مشقت و تکلیف کار داره. اولاد در شکم مادر پیدا شدن، بعد از او تولدش در دنیا، بعد از او کلان شدنش در دنیا، اما کمال در تکلیف و مشقت است. الله در این قسم یاد میکنه با ما، بعد از او میگه که لقد خلقنا الانسان فی کبد. این قسم ها را میخوره. جواب قسم است که الله میگه انسان ما در تکلیف پیدا کردیم. تکلیف همیشه قرین حال انسان است و مکمل لازم زندگی انسان است. هیچ انسان در زندگی خود نیست که او تکلیف نداشته باشه. همین دنیای زرق و برق امروزی که ما و شما مشاهده میکنیم، شما ببینید بسیار تکلیف و مشقت میکشه و برای حفظ جان خود متحمل چقدر خسارات میشه، صرف به این خاطر که ما در اونجا به امن بمانیم. ولی امروز الحمدلله صحنه زندگی از یاد در حد رسیده که با مجرد باد پیدا میشه و کلکین سختتر پیش میکنه، درز میکنه، یک چیستا نعره مرگ سر از یا تیر میشه. در کل جهان از دست ترس و رعب امی مسلمانا و در این حالت هم است و آرام فکر نکنه. الله زندگی دنیا را به مشقت پیدا کرده. از یک طرف الله قسم به شهر و باز آمدن پیغمبر علیه السلام و به چیستا پدر و مادر و اولاد خورده. این را به خاطر از این میگه که یا کلش به تکلیف بوده. دعوت پیغمبر در مکه به تکلیف، پس آمدن پیغمبر در مکه و کامیاب شدنش به تکلیف، اولاد آوردن به تکلیف، کلان کردن و خانواده جور کردن به تکلیف. از امو خاطر از هر نوع زندگی که در دنیا میکنی تکلیف است. الله انسان پیدا کرده فی کبد، در مشقت و تکلیف. مشقت و تکلیف لازمه زندگی ما و شماست. پس بر ما چی درس میده؟ مشقت و تکلیف تو را وادار نکنه که نعوذ بالله الله را فراموش بکنی یا راه غلط در پیش بگیری. نعوذ بالله. کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب بود فقر قریب است که کفر شوه. نعوذ بالله. بعضی مردما که وقت خود در تنگنای زندگی میبینه، باز اسلام نعوذ بالله رخصت میده، ودا میگه، امو طرف اختیار میکنه. امروز مردمای خیلی زیاد ما میبینیم که با اسلام هیچ سر و کاری نداره، فقط داد از این میزنه که نعوذ بالله دموکراسی باشه و ما زندگی آرام بکنیم. سر و صدای تلویزیون و رادیو مکمل اینمی گپاست، ولی قرآن بر ما میگه که فکرتان باشه دنیا به تکلیف است. اگر یک آدم نصرانی شوه از اینجا حرکت بکنه در ایتالیا و آلمان، انشالله که زندگیش به تکلیف نیسته. قطعا تکلیف قطعش قرین است. خو چه خوش که تکلیف برای چی باشه؟ دین باشه، در خدمت دین باشه، در چوکات دین باشه و زیر فرمان الله تبارک و تعالی باشه. وگرنه این تکلیف ها هسته. دو روز زندگی یک کسی را به ناز و نعمت اینطور فکر نکنی که او تکلیف نداره و تکلیف های خیلی زیاد داره. امروز مردمایی که در مراتب بلند افغانستان قرار داره و از ما کده بسیار به تکلیف است. تو آزاد در تشناب رفته میتونی، خود جناب آزاد در تشناب هم رفته نمیتونه. کل زندگی به تکلیف است، کلش. که وقتی به تکلیف است برای ما درس هم داد. هر موضوع به تکلیف به دست میاد. پیغمبر گفت پس آمدن در مکه به تکلیف است. محنت میکشی، جهادا میکنی، برنامه های خیلی سخته در زندگی متحمل میشی و باز مکه فتح میشه. اولاد خانواده ساختنم اینطور گپی عادی نیسته. برای ما درس میده. ما یک کتله جماعتی که به اساس عقیده قرآن و حدیث زندگی بکنه، این گپی عادی نیست که با یک ترجمه و دو ترجمه کل مردم جور شوه.
این گپی است که یک سلسله محنت کار داره، تکلیف و مشقت کار داره، مبارزه را کار داره. این گپی عادی نیست. سالها مردم قائل به عظمت دیگه چیزاست تا که عظمت الله را در قلب از او جا میدی. این برای خود وقت کار داره. از همون خاطر ما بار میگم در یک ترجمه آدم موحد قوی نمیشه تا که 10 ترجمه نکنه. 10 مرتبه قرآن ترجمه کو، بعد از عظمت الله تبارک و تعالی در قلب انسان جا میگیره. بازی قدر پخته میشی که هیچ نوع شک و شبهه در قلب درا نمیده. البته پیدا میشه بعضی الله تبارک و تعالی در یک ترجمه در مو مرحله میرسانه که عقیده محکم و پخته را پیدا میکنه. خب بعضی اوقات خود ما با یک ترجمه واقعا موحد واقعی نشدیم تا که بار ترجمه نکردیم، قرآن مطالعه نکردیم. الله توفیق بده. قرآن برای ما درس میده که محکم شدن سری عقیده حق این برای خود تکلیف کار داره و زندگی مکمل به تکلیف است. از او خاطر انسان احساس بیگانگی نکنه، ناامیدی نکنه و اینطور فکر نکو که ما باید طرفی زندگی راحت برم. نه، راحت در زندگی انسان نیست. ایحسب ان لا یقدر علی احد، آیا گمان داره انسان که قدرت نداره علیه بالایش احد و هیچ کسی؟ زجر میده، تهدید میکنه او مردمایی که نعوذ بالله از هر طرف آزاد میگرده، هر نوع خواهش و هر نوع کارایی که دلشان میخواه کرده رایست. الله به اینطور مردم ها تهدید میکنه که یحسب ان لا یقدر، آیا گمان داره که یا قدرت نداره بالایش احد و هیچ کس؟ هر برنامه را که دلشان میخواه امور انجام میده. تهدید برای کفار، ظالما، برای فاسقا، برای اون مردمایی که از چوکات دین برآمده گناه ها میکنه، با کلشان تهدید است. آیا یا فکر میکنه امریکا را هم تهدید میکنه که فکر میکنه کسی بالایش قدرتمند وجود نداره؟ بالکل هست. الله متعالی تو روز سرش بیاره که یک دفعه گریان کنه و بگویه که ما بر لیاز الله ما را از افغانستان بیرون کنه. اینطور حالت سرش آمده رایسته. انسان های اینطور نکنه. قرآن به کلگی اخطار میده. ایحسب، آیا گمان داره همون کسی که در راه طغیان است، در راه سرکشی، در راه ظلم، در راه قدرت خود مینازه، الله یقدره، که آیا قادر نیست علیه بالایش احد و هیچ کسی نیست؟ الله است. یقول هلکتو، و خلاف میزنه. این 2 ترجمه داره. یقول هلکتو، یا میگویند که ما خرج کردیم مالا لبدا، مالای خیلی بسیاره، از خاطر ما از افغانستان نمیبراییم، اینجا مصرفای ما شده. ایحسب ان لم یره احد، آیا گمان میکنه که کسی را ندیده که چقدر مال مصرف کردی؟ خود دست بسر انشاءالله. ناامید و محروم از وطن خواد که لشکری تکشیدی و هیچ چیز هم در دستت نامده باشه. این وعده قرآن کریم است انشاءالله. این را یاد داشته باشه. یک ترجمه. دوم، یقول هلکتو، مردمایی که مخالفت دین میکنه و میگویند که ما خرج کردیم مال لبدا، مالای بسیاره، پی در پی در مخالفت دین به خاطری که نشر و اشاعت دین نشوه. الله میگه یحسب ان لم یره احد، آیا گمان داره که هیچ کسی او را ندیده؟ تو که در مقابل دینی قدر مالای تا مصرف میکنی، الله تو را ندیده؟ اینطور رسوایی تا بکنه، اینطور محروم کنه که در مقصد و هدفت نرسی. مشرکین هم اینطور بود، مالای خیلی زیاد در مقابل پیغمبر مصرف کرد، لیکن در آمال و آرزوی خود رسیدن؟ نه. امیر رقم آمال و آرزو کوفت دل در قلبشان باقی ماند و الله اسلام گسترش داد، اسلام ترقی داد. امروز بسیار مردم ها نقشه ها میکشه، مالا مصرف میکنه که عقیده حق در بین مردم گسترش پیدا نکنه، ولی الله تبارک و تعالی اینطور گسترش بدشه که هیچ نفهمه. یک روز بیبی که بچه خودش در خانه خودش موحد از قطش جنجال داره. قطش چی داره بگه؟ جنجال داره. در وظیفش جنجال داره، در مالش جنجال داره، در دکان جنجال داره. الحمدلله اینطور کسا پیدا شده قطع برادرها در دکان جنجال داره که شما این عمل به این خریدار این را معرفی کرده و مال اصلی خو مال اصل نیست. تا این اندازه که میگه خیرگری کارا را شما میکنه، ما و شما با هم جدا میشیم بیادرها. ما خو الحمدلله قرآن خواندیم، حدیث خواندیم، الله رزق حلال برام مقرر کرده. من نمیخوایم رزق حرام بخورم. تا این اندازه را این درسای قرآن است، خود به خود انشاءالله این گپا پخش بشه. سوم ترجمه، یقول هلکت مالا لبدا، بعضی مردم ها میگه من خو مالای خیلی زیاد خرج کردم، چرا بترسم از آخرت؟
مثل که حال یک تعداد مسلمانای ما میگه من خو هر روز ختم قرآن گرفته بودم، در اونجا کارتا را توضیح میکردم، یک پنجشنبه خطا نبود. الله میگه مالا را خو مصرف کردی، ایحسب ان لم یره احد، آیا گمان داره که هیچ کسی را ندیده که مالا برای چی مصرف کردی؟ برای محبت قرآن. واقعا که تو امروز قرآن رابطه داشتی؟ اگر رابطه می داشتی قرآن خودیتام، زنیتام، دختریتام، بچه‌تام، اولادایتام کلگیتان یاد می گرفتی. اگر عقیده محبت با قرآن می داشتی، مطلب و مقصد قرآن خامخام یاد می داشتی، سیدیای ترجمه قرآن قطعت می بود، در روز می شنیدی، مطابق از عمل می کردی. لیکن این مالا را به این خاطر مصرف کردی که جناب آجیا صاحبای هم سایه بیا چی اسباب و سامانی که نو گرفته ای دایی انواری های خیلی مزین او را چینده ای را ببینه، قالینای نو گرفتگی تا ببینه، اونجا تاکوی نوی تا ببینه، اونجا حوزی او بازی تا ببینه، اونجا زینه های فرشوده تا ببینه. اینی خاطری مالا را مصرف کرده ای، این را الله دیده. الم نجعل له عینین، آیا نگردانیدیم برای از یا نافریدم لهم برای از یا عینین دو چشم و لسانا از زبان و شفتین اردو لب و هدیناه النجدین، ما هدایت کردیم برش النجدین دوراره چشم، نعمت چشم. آیا نمیبینه؟ آیا نیافریدیم برای از دو چشم یک نظر که انسان میکنه لحظه لحظه چقدر مسافه را تو دیدی میاری، هر روز چقدر نظر میکنی. اگر ای به پول می بود در مقابلش عوض میدادی چقدر بود؟ عینک که محض یک شب برات کلان میکنه، با چی اندازه برات جور میکنه و تو عاجزی برش میکنی که شی برات کلان میشه. آیا او چشمی که خود به خود پرت میشه یا عینک پرت نمیتونی؟ عینک فقط در چشمی تاست خیر و خلاص. این چشم تو در یک دقیقه چقدر پلک باز میشه بالا میشه. توی را بیبی این نعمت بزرگ الله را شکرگزاری، یک نعمت الله را آدم کرده میتونه بگوی تنها فقط برای چشم الله عوض مقرر میکرد که یک نظر چشم که شما میکنه امیره ای با پول باشه. آیا کل عمره که ما خواری و زحمت میکردیم پیداگری میکردیم امیره پوره کرده میتونستیم؟ یک. دوم الم نجعل له عینین، آیا نگردانیدیم برای از دو چشم؟ با کدام وضعیت چشم پیدا کردیم؟ چی رقم کاسه در کجایی را جای دادیم؟ در کدام جای بالا؟ او هم در چی چقوری که روی آدم بیفته و چشم اوگار نشوه، میجه را برش پیدا کرده، پلک پیدا کرده، ابرو را پیدا کرده، عرق نمانه که سری چی بگوی چشم بیا. با مجردی که یک چیز متوجه میشه کلپ پلک چشم پرت میکنه. همین کارهای اتوماتیک کی میکنه؟ یک کامره که ثبت میکنه، شما ببینید که او چقدر ثبت با بالتی و با نیروی گپا ضرورت داره و اوی تو رام نمیکنه که خود تو میگیری او را تو بالا میکنی. ولی چشم بیبی یک کامره فقط در جایی که در ساحش است امور عکاسی کرده میتونه. چشمی تو چقدر جاها را عکاسی میکنه، در آن واحد هر طرف میگردانی گردیده میشه. اگر با یک ساختمان چشم و با او لطافت‌ها و باریکی هایی که الله در چشم گذاشته انسان توجه بکنه درک میکنه قدرت عظمت الله تبارک و تعالی را. امروز با وصفی که وسایل جدید کشف شده سر یک موضوع چشم که هر قدر تحقیق میکنه او مفاداتی را او وضعیتایی را که الله برای ساختمان چشم داده نمیتونه امروز با مثل چشم انسان دنیا با وصف پیشرفتش با مثل چشم انسان چشم جور بکنه. میتونه؟ نمیتونه. پس انسان چرا فراموش میکنه این نعمتهای الله را؟ چرا درک نمیکنه قدرت الله را؟ پس چطور انکار میکنه از زنده شدن بعد از مرگ؟ قطعا بعد انکار نکنه، بالکل الله را بشناسه و شناخت الله تقاضای از این میکنه که زندگی انسانی را اختیار کنه برای خود و به مو هدفی که الله پیدا کرده امو طرف روان شوه. و لسانا و شفتین، آیا نیافریدیم برای از یا زبانه تکلم میکنم ما با مجردی که امو کلمه در ذهن میاد او این زبان او را مکمل ادا میکنه. این کار کی میکنه؟ ببینی یک زبان تعبیرات متنوع چقدر همین زبان است الله برات پیدا کرده و تو این را استعمال کرده رایسته. آله انتقال علوم از یکی به دیگه مفکوره ها را ظاهر میکنه مکمل. چیزی که در درون داری او را توسط زبان ظاهر میکنی. در حقیقت زبان یکی از جمله آله بزرگ برای انتقال علوم و افکاری چی؟ بگوی یک جهان به جهان دیگه، یک عصر به عصر بگوی دیگه.
پس آیا در این نظر نمیکنه قدرت الله را مشاهده نمیکنه؟ این زبان الله چطور در بین کام پیدا کرده، همیشه مرطوب است، خشک نمیشه. باز لبه ها را الله پیدا کرده که محکم معاونت در چی میکنه؟ در ادای حروف. و همچنان امی اگر نعوذ بالله الله لبه پیدا نمیکرد دهن امی ترواز میبود، چقدر چی میشود؟ آدم بد شکل، زیبایی مکمل از بین میرفت. الله تبارک و تعالی شفتین هم پیدا کرده. واقعا که در وضعیت ساختمانی هر عضو انسان فکر بکنه، به انواع نشانه های قدرت الله تبارک و تعالی را مشاهده میکنه و انسان مجبور میشه که به الله تسلیم شود و بگویه که یا الله یک وجودی مرا مجموعه اسرار عالم جور کرده ای. مجموعه اسرار عالم، یک وجودی خدا در یک عضو خود که ما بیاندیشم فکر بکنم نمیتونم که کل اسرار و کل مصلحتایش درک کرده بتانم. آیا انسان همی قدر فکر نداره؟ توجه نمیکنه؟ الله از او خاطر میگه و هدیناه النجدین، برش نشان دادیم دو را، ام رای خرابه ام رای درسته. الله تبارک و تعالی معرفی کرده رای که طرف دوزخ روان است و جنت روان است، رای که طرف سعادت است و رای که طرف شقاوت و بدبختی است. هدیناه النجدین، ما هدایت کردیم، راهنمایی کردیم برش نجدین دو را. فلقتحم العقبه، الله میگه پسی بالا نشد، نگذشت العقبه، به گذرگاه سخت. عقبه امو تپه بلند، تپه های بلند که در بینشان راه رفته باشه او را به نام عقبه یاد میکنه. این معلوم میشه که در اونجا آدم بالا میشه، به بدو رفته نمیتونی که تو بدو کنی. چرا؟ تیغیست، کوتل است، تو زود رفته نمیتونی. خب بله، آهسته آهسته تا که از او بند چپه شوی. قرآن کریم اشاره به این میکنه که عقبه را طی نکنی تو نمیتونی بس رای سعادت خود پیدا بکنی. و عقبه چیست؟ قرآن اینجا خودش برای ما معرفی میکنه. فلقتحم العقبه، نگذشتی بالای عقبه یعنی گذرگاه سخت. و ما ادراک، چی چیز تو را داننده پیغمبر علیه السلام؟ مل عقبه، تو که چیست همون گذرگاه سخت؟ فک رقبه، گذرگاه سخت آزاد کردن گردن است. او اطعام، یا طعام دادن است، فی یوم، در روزی که ذی مسغبه، در یک روز ذی مسغبه به گرسنه. یتیمن، که یتیم باشه، ذا مقربه، که صاحب رشته تام باشه. او مسکینن، یا محتاج باشه، ذا متربه، که خیلی خاکسار است. صاحب خاک است یعنی خاکسار است. ثم کان من الذین آمنوا، باز شو از جمله کسانی که ایمان قرآنی داره و نه تنها به ایمان اکتفا نکرده و تواصوا وصیت کرده به یکی دیگه خود بالصبر، به صبر و استقامت، و تواصوا بالمرحمه، و یکی دیگه خودت وصیت کرده به شفقت و مهربانی. اونو کارا را کرده باشه، آل گذرگاه سخت پیموده و از اونجا گذر کرده گذشته. قرآن اینجا میگه که انسان خو ما راهنمایی کردم لیکن از عقبه تیر نشد. پیش رویش یک تپه سختی بلند آمد، این انسان از او نگذشت، باید از او میگذشت. اونمو تپه سخت کدام است؟ ایمان است، توصیه به صبر و مرحمت است و بعد از او اعمالی است که در مقابل یتیم و مسکین باز اینجا انجام داده میشه. الله میگه این کار نکرد. اولش فک و رقبتین است، آزاد کردن گردن. رقبه گردن میگه، مراد از پیشش غلام کنیز که اسیر در جنگ گرفته میشه، امیر مسلمان ها او را حکم غلام بودن و کنیز بودن میکنه و تا وقتی که بادارشان آزاد نکنه امو رقم فروختن و چیست خرید و فروش درشان میباشه. مراد از رقبه یا اوسته. الله تبارک و تعالی انسانهایی که به نظام آزاد الله تسلیم نمیشه که لا اله الا الله است، حاکم یک الله را نمیگیره، غلامی و بندگی مخلوق الله را میکنه، از امو خاطر وقتی که در جهاد یا اسیر میشه الله واره نظر به انتخاب خودشان که خود بندگی مخلوق و بت و درخت و ایگپاره کرده، از او خاطر الله برای چند مدت اینمی جزا را میده که وا باید غلام و کنیز باشه. چرا؟ دین الله انسان به آزادی به سوی الله تبارک و تعالی، نه به مخلوق الله، سجده برای الله، حاکمیت برای الله به این دعوت میده. وقتی که این دعوت قبول نداره، خوش داره که همیشه در زیر اسارت مخلوق عاجز بمانه. وقتی که در جهاد هم گرفته میشه اینمی جزا برشان داده میشه. اما در نظام مقدس اسلام برای آزادی کنیز و غلام راههای خیلی مختلفه تعیین کرده. در مسئله بعضی
جنایت هایی که در مورد عبادات صورت میگیره هم الله تبارک و تعالی کفارش آزاد کردن غلام مقرر کرده. اگر کسی زهار میکنه، اگر کسی ایلا میکنه، اگر کسی قسم میخوره، اگر کسی چیسته در رمضان مبارک روزه میخوره، اگر کسی قتل خطا میکنه، در کلی ازیا الله تبارک و تعالی اول جزا را مقرر کرده آزاد کردن غلام، به خاطر که در جمع انسانیت یک انسان باید همونطور غلام باقی نمانه. غیر از او مطلق آزاد کردن غلام در حدیث ترغیب داده. از همون خاطر وقتی که آماری که صحابه کرام از 4 صحابه تقریبا 3800 غلام آزادیش نقل شده، از 4 صحابه که یا هر کدام تلاش داشتن که غلاما را آزاد بکنه. از همون خاطر اسلام برای آزادی از یارا یکی دوم مفهوم غلام در اسلام و در غیر اسلام فرق داره. مفهوم غلام در اسلام عین نمو حقوق انسانیت خود مکمل چیسته میگیرن. اینطوریست که توهین و تحقیر شوه، خود تنها معامله خرید و فروش سرشان جایز است. اما در دیگر نظریات و مفکوره ها غلام یا کنیز حتی که مزدور نام سرش مانده میشه بسیار حقیر و چی میباشه بگه توهین میشه. حالی در دنیای امی پیشرفته و دموکرات که شما میبینه یک اجنبی که محضی از مملکت دیگه در اونجا رفته قابل قدر و احترام نیستی، بلکه تو چی میشی بگه مذمت میشی، تحقیر میشی، توهین میشی، ایج به نظر انسانی بری تو سی نمیکنه، چه جای ازی که تو مزدور شوی و نامت غلام مانده شوه. او خب بسیار مهم است. اما در اسلام میگه پا نیسته. اول اینجا آزاد کردن غلام یام ترغیب است که غلام آزاد میکنه. از عقبه تیر شدن معنیش است که غلام آزاد کنی. اینجا مراد از گردن آزاد کردن غلام خالی نیست. بعضی اوقات آزاد کردن گردنا اولاد تعلیم دادن است. کسایی که جاهل است مثل که مکمل دست و پایش بسته کرده باشی، زمانی که علم فرا میگیره مثل که آزادی را برش داده باشی. از او خاطر عالی در دیار ما و در عصر و تاریخ ما آزاد کردن غلام نمیسته که یک فرد امام در وطن ما جاهل باقی نمانه، کل اهل تعلیم شوه. البته مراد از تعلیم واقعی دینی که الله و رسول الله را بشناسه. کاش که در این مورد مردم اقدام بکنه و از عقبه بگذره. مالدارای ما که مالای خود در هر جای مصرف میکنه در این طور جای مصرف کنه. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا طعام دادن است در روزی که به کسی که صاحب گرسنگی باشه. قرآن چی آدرس ها میده، چه فهرست برای ما و شما میده. طعام بده، لیکن برای کی؟ در روز که اونجا گرسنگی باشه، مردم چیزی نداره، بالکل عیالدار است، احتیاجات داره و کار روزگار پیدا نمیشه، به زی مسغبه باید طعام بده. لیکن ما طعام به کی دادیم؟ راستی تا نبگه به ختم والا دادیم. خطر کارت نوشته کرده جناب سر معلم صاحب، مدیر صاحب، فلان فلان فلان، یک جای مسکین وجود نداره. قرآن خب ما را اینطور آدرس میده و ما کدام طرف روان هستیم؟ دیگه شه یتیما ذا مقربه، یتیمی که صاحب رشته هم است، یعنی دو حق سری تو داره. یتمش از اینکه سرپرست نداره، کسی که سرپرستی از او را بکنه، این حق سری تو داره که رعایت از او را بکنی. دوم در رشتهت قرار داره، یعنی اگر سر یتیمیش دلت نمیسوزه، سر از اینکه خودگیت است، قریبت است، سر از خود دلت میسوزه، برای از او طعام دادن است که برای از او داده شوه. او مسکینا ذا متربه، یا به او طور مسکینی که بالکل خاکسار است که میبینی قطع خاک چسبان است، هیچ چیز برش پیدا نمیشه، نه به خوابش که توشک و قالین و گپا داشته باشه و نه به خوراکش. قرآن خود ما را میگه شما طعام به این بده، اینمی تیر شدن از عقبه است که سبب نجات انسان است. ولی ما آیا آیاتای قرآن تا عمل کردیم؟ ما به دستورات قرآن تن دادیم؟ و همی علمای ما در سر منبر همی گپا را برای ما گفت که او مردم، ما یک مجلس داشتیم در وقتای پیش که در کابل نامده بودم، در ولسوالی خودی ما علمای کلی ولسوالی را جمع کرده بودیم، تقریبا 70-80 نفر از علمای خوب برجسته. گپ دایی بود که مدرسه دینی وجود نداره و آخر مردم شاید که ضرورت حتی به یک امام بکنه و امام هم موجود نباشه. در اول همینطور حالتا بود که مردم یک دم چی شده بود؟ مدرسه دینی را ترک کرده بود. باز گفتن که مدرسه خو امکانات میخواه، امکانات وجود نداره. ما به علما گفتم که جناب علما، ما قطعتان بحث نمی کنیم که ختم جایز است یا نه، 3 و 4 جایز است یا نه، در این مورد قطعتان بحث نمی کنم.
یک گپ از شما سوال میکنم، در افضلیت یکی تا نام گفته نمیتونی که افضل نیست، که ما اگر اینمی چیزایی که به نام ختم یا 3 و 4 میکنیم ایره در یک مدرسه بدیم افضل است یا نه؟ حالی خود کسی نبود، پدر یک عالم گفته نمیتونست که نه، کلگی گفت بله افضل است. ما گفتم امید جمعه، امروز پنجشنبه، صباح جمعه، شما در مساجدتان به خاطر ادای مسئولیت دینتان امید تقریر به عوام بکنه، محض افضلیتی گپ بگوی که افضل است که در مدرسه داده شود. اگر شما این تقریر در مساجدتان کرده، 300 نفر لیلیه شاگردا در مدرسه با تدریسش از ما بخواه. این دیگر نیاز ندارم. ما نفر داشتم، تقریبا 38 مسجد جامع داشتیم در یک ولسوالی، قریه های خیلی بزرگ. در 38 مسجد در یک مسجد تقریر شده بود. در چند؟ در 37 مسجد دیگه تقریر نشد. خب گوش نواز کنی. مسئولیت علما را در این میدان شما میبینی که اصل خیانت، دین که خراب میشه، مردم که مفکرش خطا میشه، از دست کیست؟ در رأس تعلیم و تربیت دین که کسی قرار داره، امو مردم رول داره، امو مردم جور کده میتونه، امو مردم است که هر چیز تقویت داده میتونه، ولی نشد. ما بنابر امو اهداف خودی ما تالی را الحمدلله دارالحفاظی که تقریبا 60 نفر در اونجا درس میخونه، تا آلی را فعال است، فضل الله تبارک و تعالی است. خود تنها دارالحفاظ است، مدرسه که درو کتابه خوانده شوه در پالویش وجود نداره. خو لیکن اینمی قدر از دسترسشان پوره بود، فقط یک نفرش تقریر کرده بود، دیگه در هر مسجد من نفر داشتم، دیگه تقریرم نشده بود. اینی مردم است. قرآن بر ما میگه که به این طور مردم باید طعام داده شوه که از عقبه گذر کنه، در غیر از عقبه گذر نمیشه. ثم کان من الذین آمنوا، بعد از او شوه از جمله کسانی که ایمان آوردن، ایمان قرآنی، و تواصوا بالصبر، تنها ایمان کفایت نمیکنه، یکی با دیگه وصیت بکنه بالصبر، با صبر. چی مانا؟ روزگار دنیا فراز و نشیب داره، تکلیف و ایگپا داره، پس یا یکی به دیگه خود توصیه بکنه از صبر، یا عبادات الله تبارک و تعالی یک نوع مشقت و تکلیف داره، یا توصیه صبر بکنه. یعنی اینقدر در اجتماع اینمی طور احساس پیدا شوه که یکی دیگه خدا دل صبری بده، حوصله افزایی کنه که بلی تکلیفات دین میایه. و تواصوا بالمرحمه، یکی دیگه خدا وصیت بکنه به مهربانی و شفقت. آلی تو میبینی یک نفر بسیار خوب ذهن داره اما پول نداره که بره مکتب بخونه، مدرسه بخونه، یا کسی دیگر را تشویق کو، توصیه بکو که نمیره کمک کنیم، بسیار ذهین بچه است، اگر میره کمک کنیم ان شاء الله آینده یک خدمت کرده میتونه. امی قسم اینجا یک بیوه وجود داره، اینجا یک یتیم وجود داره، اینی را میگه توصیه به مرحمه، یعنی شفقت بکنیم که اینی آدم. یکی از جمله توصیه ها به مرحمه این میسته که هرگاه کسی را میبینیم که در عقیده خلاف است، آلی دیگه برادری خدا وصیت به رحمت میکنیم، یعنی او را میگیم که اینی برادری ما عقیده خوب نداره، چطور میتونیم که را یک روز بشانیم، وقتش مذاکره بکنیم از عقیده حق. دوستی بهتری از این کیست؟ فلانی. بیا امورم قطع خود میگیریم، قطع از یک مجلس در یک فضای خیلی محبت آمیز آغاز میکنیم که همی آدم عقیدهش دور شود، خصوصا که در سن ریشسفیدی است و قریب گور است، باید غمی ازی خورده شود. اینی را میگه مؤمن واقعی که عقبه را گذر کرده. اولئک اصحاب المیمنه، مردم صاحبای میمنه است، یعنی در طرف راست میروند که جنت است، یا اعمال نامهشان دست راستشان داده میشه، یک مانا. یا اصحاب المیمنه، صاحبان حصه بسیار با برکت است. میمنه برکت میگه، یا صاحبای برکت است که در دنیا همچو زندگی را تیر کرده، یعنی غم و درد مردم خورده. والذین کفروا، کسانی که انکار میکنه فرامین الله تبارک و تعالی را یا دلایل توحید الله را، به آیاتنا به احکام ما انکار میکنه، هم اصحاب المشأمه، یا صاحبای شوم هستند، یعنی که یا خیر و برکت دیشان نیست، یا استکی، یا صاحبای اعمال نامه بد است که اعمال نامه بد و شوم در دستشان داده میشه. علیهم نار مؤصده، بالایشان آتش است، مؤصدتون که سرپوش کرده شده، بند کرده شده است، یعنی همیشه دو از او برآمدن نمیتونه و چیسته دو سوخته رایسته. الله نگاه کنه ما را. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.